نکن. چرا خاموش نکنه؟ بی‌تربیت خب چرا خاموش نکنه مامان؟ برق روشن بمونه. چرا روشن بمونه تو خونه همه؟ روشن به بیبون دیگه. چرا مامان؟ بی‌تربیته. کی بی تربیته؟ اقابایی. آقا برقی میاد بابا رو جریمه میکنه، یه عالم پول از بابا میگیره بعدنا. باید برقا رو کم کنیم، بچه های دیگه هم برق داشته باشن دیگه. چی بگی؟ برقا رو خاموش کنیم، بچه های دیگه هم خونه های اونا برق داشته باشن، تلویزیون نگاه کنن، کوچولوها مثل تو بتونن تلویزیون نگاه کنن، برق داشته باشن. باشه؟ بده. اجازه میدی برق خاموش کنم الان؟ نه. چرا مامان؟ گوشی ندارم بقا خاموش. خاموش کنم بچه های دیگه بتونن کارتون نگاه کنن. راضی شدی خاموش کنم؟ قربونت برم مامان.